امروز یه دونه خودرو MVM داریم دوستان، چپ کرده. وضعیت ماشین خیلی اوضاعش خرابه. حالا علت چپ کردن این ماشین خودرو MVM اینجاست. ببینید اکسل از جا کنده شده، ماشین چپ کرده این خودرو. حالا هم این جوشا هم آلیاژ این ماشین اصلا به درد نمیخوره. این قسمت که شما نگاه میکنید جوش سر جاشه. بعد ارزم به حضور شما از آهن کنده شده. این قسمت کلا از جوش بریده. این ماشین اکسل در رفته، ماشین به این وضعیت افتاده.